وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. مرا چی شده که ذاتی را نپرستم که مرا آفریده است و به سوی او و تنها به سوی او بازگردانیده می شوید؟ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا جز او معبودان دیگری را به خدایی بگیرم؟ موجوداتی را که اگر خدای رحمان به من اراده زیانی را بکند شفاعت ایشان از من چیزی را دفع نمی کند و مرا نجات نمی دهند، یعنی دادن نمی توانند؟ إني إذا لفي ضلال مبين. و در آن صورت واقعا در گمراهی آشکاری می باشم. إني آمنت بربكم فاسمعون. بیگمان من به پروردگار شما ایمان آوردم، لذا از من بشنوید. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بعد از شهادتش به او گفته شد به بهشت درآی. گفت ای کاش قوم من آگاه می شدند به آمرزشی که پروردگارم به من ارزانی کرده و مرا از جمله گرامی شدگان قرار داده است. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. بعد از وی بر قومش هیچ لشکری را از آسمان فرود نفرستادیم و نه هم ما فرود آرنده چنین لشکری می باشیم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. این جزا دادنشان جز یک آواز شدید نبود و ناگهان شعله زندگیشان خاموش شد. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ای وای بر این بندگان که هیچ پیامبری به ایشان نیامد مگر اینکه او را استهزا می کردند.